به نام خدا. آلینیسم چیست؟ آلینیسم به معنای بیگانگی و غربت می باشد. این واژه بر دو قسم استش: بیگانگی با خود، بیگانگی با دیگران. سقراط فیلسوف بزرگ می‌فرماید هر کس از دانایی دور بماند دچار با خود بیگانگی شده هستش. افلاطون فیلسوف دیگر در این مورد می‌فرماید هر کس به غیر از ماهیت اصلی خود ظاهر شود با خود بیگانه شده هستش. امام علی علیه السلام می‌فرمایند من عرف نفسه فقد عرف ربه. هر کس خود را بشناسد پروردگارش را میشناسد. در واقع ما باید به خودشناسی برسیم و موانعی که باعث می شود ما از شناختن خود باز بمانیم را پیدا کرده و آنها را از بین ببریم و به این نکته توجه کنیم که جهل عامل اصلی با خود بیگانگی در طول تاریخ